حمد به حد و ثنای به اعداد به خدایی که نور ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. امروز ما به دهه درغ آمدیم. نزدیکی مسچوی کوهی هست. عینی را آخران قشلاقش به نزد دامولا بدرالدین برای یک چند سوال هایی که امروز مردم میخواهند در همین جواب عمیق رو بگیرند. انشاءالله سوال ها کم ترک سوال هایی هست که با زبان گفتنش انسان خود رو ناراحت حس میکند، اما چون که این حدیث است ما باید که به هر مردم برسانیم. مردم باید همین چیز درک کنند، بفهمند. شاید که بعضی‌ها گویند که این به تربیتی است و به تمیزی است. میخواند حدیث ها را ببینید که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزا را پرسیدگی هستند و اول دعا میکنیم که پروردگار مهربان همه تنجی و امانی را از سر ما دور نکنه و این گونه برآمدها، این گونه صحبت‌ها بهر ما و شما بشود. همین شبکه‌های اجتماعی امروز یک نعمت بی‌بها است که همه چیز با طریق همین شبکه‌ها فهمیده ایستاده ایم. انشاءالله که این کارهای ما برای آباد و پیشرفت همین دولت، انشاءالله برای تمیز مردم است. مردم که دزد نشد، غر نشد، زیناکار نشد، حرامخور نشد، انشاءالله که وطن آباد میگردد. خب ما سوال ها رو شروع میکنیم از حضرت. اول حضرت یک خود رو معرفی میکردیم، بعدا انشاءالله که ما سوال ها رو شروع میکردیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از دست زبانی که برآید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که از تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. به تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. اما بعد من بدرالدین، اسمم بدرالدین امام خطیب، همین دهه درغ. اینجا با تخلص شریفم مشهور است، یعنی به خاطر که بعضی از علماهایم که گذشتگانی که در این ده بودن تحصیل کرده از بخارای شریف آمدن و اخلاق و انسانیت را پیش بردن در این ده. و قریب مدت 10 سال است که در اینجا امام خطیب هستیم. البته ما یکی از قطره خداوند و بنده حقیر عطا فرمید به حبل الله و قوت اون علمش را، این هم هیج است. حضرت امام شافعی گفتند کلما ازددت علما ازداد علما بجهلی. هرچند علم بیشتر آموختم و بسیار خواندم، خود را احساس کردم نادانتر هستم. انسان هرچند علم آموزد، هرچند تحقیق پیدا میکند و کوشش میکند، کوشش میکند که بیاموزد، خود را نادان احساس میکند، زیرا درک میکند جهالت خود را، آگاهی نادانی خود را درک میکند. بنابراین به این دهه ما خوش آمدید. پیش از همه و سبب نظافت و پاکیزگی بعضی از عزیزان هستید که این سوال ها میشد و جواب میگیره. انشاءالله که اگر گرچند یک نفرم که برای خوب رود و عمل کند، انشاءالله که از ثواب محروم نمیمانیم. باز هم خوب قید فرمودید که برای این تنجی و آسودگی مردم، گرچند که موضوع ما دیگر است، همین را باید قید بکنیم. کاد الفقر ان یکون کفر. نزدیک یک حدیث است که رسول فرمودن نزدیک است که فقر تبدیل به کفر شود. عزیزان، انمین تنجی و آسودگی است که ما و شما دین خویش را و برنامه های سیاسی خویش را و برنامه های زندگی روزمره خویش را پیش میبریم. از روی چی؟ تنجی آسودگی است، آسودگی مردم است. اگر فقر مردم را بگیرد، انسان وقتی که در گشنگیمان، در گرسنگیمان، به خاطر یک لقمه نان دینش رو میفروشد، به خاطر شکم. لیکن از این بدتر جسم ما رو تغذیه میبخشد فقر معنا هست که متاسفانه اکثر از نفران هستند که از علم فقیر هستند، ذهنشان خالی از علم است. وقتی که ذهن انسان خالی از علم ماند، در نتیجه گرسنه میشد، دست به هر کاری میزند. علم است که انسان را
از این راه های بد نجات میبخشد. خب سلامت باشین حضرت جان. خب یک سوالی هست که امروز بسیاری از جوانها بسیار خواهش میکردند. تا امروز خود من چندین بار نوار کرده بودم، شاید که به بعضی آن نرسید از همون نواری ما، شاید از این نوار ببینند بفهمند امون سوالی دادهشان را. جای خیلی این عیب و شرم است. اسلام چیزی که کشاد و روشن باید ما هم خیلی بیانش بکنیم. سوال همین خیلی است که آیا بوسیدن شرمگاه زن و مرد جایز است یا اینکه ناجایز؟ خب همین اگر روشنی میانداختیم برای جوانان بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث. خدا میفرماد در کلامش ما پاکیزگی ها را بر شما حلال قرار دادیم. هر چیزی که پاکیزه است او را حلال قرار دادیم. هر چیزی که خبیث است طبع انسان نمی بردارد و طبعش وقتی او را میبیند که ها یک نازکی احساس میکند، طبعش واژگونه میشد که در او حرام است. وقتی هر چیزی که انسان را مثلا اصلا دیگر کارها دیگر چیزهای حرامی که هست از مثال دیگر مخلوقات خداوند حرام آفریده است، اونها را وقتی که خداوند حرام آفرید ببینید وقتی که صورتش رو ببینید طبیعت انسان ناراحت می شود. وقتی که ناراحت شد که او در انسان حرام است. یک دومی که هر چیز حرام در انسانیت ضرر دارد، یا ضرر است یا فاسد است یا نجاست است. وقتی که ضرر شد لا ضرر و لا ضرار. رسول فرمودن چیزی که در دین از ضرر داشته باشد، چیزی که در مالت، در ناموست، در اخلاقت، او در اصل حرام است. بعد بعضی نفرای هستن که میخوان که کام دل بگیرن از همسرشون. بعد البته اون همون آب‌های هست که در همون جا حرام است و کلا از روی اسلام، مثلا چه از دیدگاه طب باشد در اونها مانعی ایجاد میکند، ضرر در انسان دارد، او حرام است. لیکن وقتی که میخواد همون کار را با همسر شرعی خود انجام بدهد، بعضی نفرای هستن از اونه که به یک خدا نخواسته شیطان فریفته میکند که به دیگر کارها به زنا دست میزند، باقی ندارد در بعضی حالت که انسان وقتی که طبیعت خودش بردارد باقی ندارد که از همسر شرعی خودش استفاده برد. چرا؟ چون که او همسر، حضرت ابن عمر گفتن لج دیدن همدیگر رو، برهنه دیدن همدیگر رو، از همدیگر لذت بردن گناه نیست، جایز است. و همدیگر رو دست کردن، مثلا آلات های گرچند که اسلام در بعض حالت اجازه میتد، وقتی که یک در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرمدار و شرمدار، همدیگر رو دست کردن، اون جاهای شرمگاه همدیگر رو دست کردن باقی ندارد. و همچنین اگر بسیار خواهشش باشد در او هم حرام نیست. چرا؟ چون که وقتی که او طبعش برداشت، طبیعتش برداشت، مثلا بعضی نفرها هستن که چنان آلوفته هستن، اولیا و مثل بعضی بخشش دوستای خدا هستن، اونها بعضی بر خودشان حرام گردانده هستن بعضی چیزها را، مثلا چیزهایی که کراهیت دارد در نظرشون، اونها اون را استفاده نمیبرند. چرا؟ اونها از تقوی خودشون است، در اونها او درست نیست، در ما و شما اجازت هست. این از روی اسلام یگان حرام نیست است. دست دادن مرد و زن به اعضای تناسلی و جاهای شهوت انگیز خود اجازت است که این را در کتاب خلاصه الفتوا نوشته‌اند. در کتاب خلاصه دست دادن مرد و زن به اعضای تناسلی و جاهای شهوت خود هم دیگر درست است. از روی همین آیتی که رسول الله فرمودن نساء، البته خداوند به پیغمبر با ما و شما امر کرد، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، همسرهای شما مالهای شما هستند، کشتزار شما هستند، به هر طریقه میخواهید با آنها بدارید الا از جای کشتزار، از جای کشتزار با آنها بدارید. وقتی یک سوال که یا رسول الله گفت من میخوام با همسر خیش مثل که چهار پا است، یعنی که او وقتی در حالت چهار پا بودنش همون لحظه
از او کام دل حاصل بکنم. بعد رسول الله گفتن با که نیست کان ذالک فی الفرج، و همون حالت هم باشد از راه همون کشزارش که حلال فرموده است خداوند، از همونجا اجازت است. بعد از دیگر جاها اسلام معنی فرموده است. خب اگر زن در حالت حیض باشد، مرد چگونه میتواند که خود را سبک کند؟ هرچند این سوالها را ما خود میدونیم حضرت، اما مردم بسیار سوال کردگی هستند. من خواستم که باز از دهان شما بشنوند، چنانه که میگویند سخن از دهان لقمان خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم. و اسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. وقتی که سوال میکنند در شما از زنها در حالت حیض بودن، بگو اینها یک رنجش است، یک بیماری هست که در حالتی که حیض میبیند زن، در همون حالت یک خون از او روان میشود که البته اون در هر ماه می آید به امر پروردگار. این از حضرت آدم ما حوا مادر ما تا به امروز تا به روز آخر کدام زنی که از طرف نظر این بیماری رو خواهد دید. قل هو اذى فاعتزلوا النساء، بگو این یک دردمنده هست که از زنها خارج میشه در حالت حیض. فلا تقربهن حتی یطهرن، به ایشان نزدیکی نکنید تا که پاکیزه نشن. یعنی در حالت حیض نزدیک کردن حرام است. رسول در یک حدیث فرمودن من اتی حائضا او امرأة فی دبورها او کاهنا فصدق بما یقول فقط کفر بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. هر کسی در حالت حیض با همسر خویش همصحبت شود، هم خوب البته، و یا که از پسش از همون جای نجاستش با او هم خواب شود، یا که پیش یک کاهن برود، فالبین برود و گفت او را تصدیق و درست بشمارد، به درستی که به دین محمد پیامبر گفتن به آنچه که بر من نازل شد، یعنی که کافر شد، او کافر شد. در حالت حیض البته علما میفرمان از همون ناف بالا اجازت است که از همسر خویش استفاده برد و بسیار اگر شهوتش همون بیقراری کند همون جوان و دست به زنا خواهد زدن، در همین حالت باکی نداره که همسرش او را تسکین بدهد، با دستش تسکین بدهد، باکی ندارد. اینم روایت های هست که آمدگی است با مرستگی است. اینا درست علما در این باره بیان کرده هستند باکی نداره، حرام نیست. از جمله استمناء هم بسیارش میگن وقتی که اگر بخواد در همین حالت، یعنی که اون کسی که با دستش خود ارضا میکند، بهتر است که همسرش او را بکند، همسرش او را کند، همسر شرعی خودش، یگون گناهی نیست. اکنون متاسفانه یک چیز است جان که بینید بعضی نفر هستند که غیبت میکنند، مردم آزار میکنند، او را یگان ناچیز احساس میکنند، فکر میکنند اون گناه انجام ندادن، حالا گناه کبیره هست. همچنین در کتاب امام محمد غزالی میارد وقتی چند نفر در مسجد نشسته بودن غیبت میکردن که حالا در مسجد گناه کبیره است، وزینترین گناه است غیبت کردن، که آنجا خانه خدا است، با در آنجا ذکر شود، ذکر خدا، تلاوت قرآن، امر معروف، عبادت صورت بگیرد، نه اینکه سخن دنیا. یک نفر در آمد وقتی داخل مسجد شد با همون کفش خیش بدون آنکه کشد، این همه بالای سر او فریاد برداشتن ای ابله، ای احمق، تو چرا با این کفش نجاست آلود خیش به مسجد داخل شدی؟ نمیدونی که مسجد را نجاست آلود کردی؟ امام محمد غزالی میفرماند از این بخبر اینها که خودشان دست به گناه کبیره زدن، حالا که وی یگان گناهی نکرده است. کفارت نجاست کردن همون در مسجد تازه کردن است. بهترین. خب یعنی که برای مرد زنی حلالی خود این کار اجازت است. بله. خب